ساختمان باز می‌ایستد، مزاج نیست. دوامش چی؟ در این تجارت آدمان زیاد زیان می‌بینند. میخواهیم در این کار سایقل خودت رو داریم. تغییر ده، تجارت تغییر می‌یابد. من همه رو همچون تریدر سر کردم. در پس هر یک امکانات خرد امکانات‌های بزرگ می‌ایستد. یک پودرچی می‌تواند همه را ویران کند. میتواند تمامی ساختمانتان را باز دارد. این نشان دهنده خیلی بلند است. انسان برای ایجاد کردن و ساختن آفریده شده است. چی کاری که نکنید به این هدف حتما رو میارید. شهری استانا، پایتختی قزاقستان، اهالیش 1,300,000 نفر. اقتصادیات، سودо، نقلیات، علاقه و ساختمان. استحصال مصالح ساختمان و خوراک و نوشاکه. سلام دوستان عزیز، شنوندگان و شاگردان محترم ما. حالا ما در آستانه هستیم. میخواهم شما را با یکی از بهترین شاگردانم شناس کنم. من با او فخر میکنم. این احمد است. او مثلی که هم شاگرد، هم شریک و هم دادرم است. حالا میخواهم بعضی چیزها را درباره تجربه ها و تجارت او بگویم. ما چند سال باز با هم شناسیم احمد؟ از سال 2017. از سال 2017 تا امروز 5 سال است که با هم شناسیم. به فکرم شما همان وقت در اکتا و در مینی مستر کلاس من بله، بودید. بله. یعنی اینقدر سال باز همدیگر را خوب میدانیم و میشناسیم. احمد در بسیار درس‌های من اشتراک کرده است و در گروه شاگردان فردی تحصیل میکند و در آینده ما میخواهیم بسیار کارهای دیگر را عملی کنیم. من میخواهم که شما احمد از تجربه‌های خود قصه کنید. مرحمت بینندگان عزیز، شما گوش کنید. بعد شهرهای خود را نویسید که شما از این صحبت‌های ما چی فایده گرفتید. فکرهایتان را در کامنت‌ها نویسید. برای ما خیلی مهم است تا اینکه در آینده ما توانیم به بسیار سوال‌های شما جواب دهیم. احمد عزیزم، اوپن دیولپمنت یکی از سمت‌های تجارتی شماست که با شریکان کار میکنید، درست؟ شما اینجا اساساً همچون سرمایه گذار فعالیت میکنید و یا همچون مدیر؟ من اساسا همچون سرمایه گذار کار میکنم، ولی در اداره کنی هم کمک میرسانم. فهما، یعنی کمک میرسانید در شورای مدیران، در شورای سرمایه در مجلس ها گذاران و اشتراک غیره. میکنم. آها. در همه مسئله ها شریک هستم. احمد عزیزم، شما چند سال باز تجارت میکنید؟ به فکرم دیر باز. تجارتی اساسی من فروش گندم و غله‌دانه است. بله. دوستان عزیز، میخواهم به سهم شما رسانم که تجارت اساسی احمد فروش غله‌دانگی هاست. او دیر باز با همین کار مشغول است. در اخبزر، درست؟ بله، اصلا ما از همه حدودهای قزاقستان این محصولات رو میخریم.